ما باورمند هستیم که دشمنی صلیبی ها با ما یک دشمنی اعتقادی است، ولو چند سکولار بیدین این انکار بکنه. به دلیل از اینکه الله متعال میگه که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همیشه با شما میجنگن، همیشه بر علیه مقدسات شما تجاوز میکنن، همیشه بر علیه الله میتازن، بر علیه رسول الله میتازن، بر علیه قرآن میتازن و همیشه مسلمان ها را به فجیع‌ترین شکل از بین میبرن. چرا؟ ما گاهی وقتا با تحلیل های چند انسان خود فروخته که در رسانه ها حاضر میشن و فکر میکنن با بسته کردن نیکتوی همه چیز رو میفهمن، فریب نمیخوریم. آنچه را الله بر ما میگه کافی است. الله علت جنگیدن کفار را با ما ذکر میکنه، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همیشه با شما میجنگن تا اینکه شما را از دینتان بر بگردانند، تا اگر توانی کار را داشته باشند. پس جنگ بر علیه مسلمان ها یک جنگ اعتقادی است و از زبان کثیف از اینها بارها